یکی از سوالات متداولی که معمولا بیماری که درخواست عمل راینوپلاستی یا عمل زیبایی بینی دارن میپرسن از ما اینه که در بینیمون گوشتی استخونی یا غضروفیه. این تصویری که شما دارین میبینین الان نشون دهنده یه بینی استخونی هست. واقعیت اینه که در واقع بینی استخونی رو به بینی گفته میشه که پوستشون ضخامت خیلی کمی داره، حالا در حد 4-5 میلیمتر، در مقایسه با بینیایی که مثل تصویر بعد بینی غضروفی قلمداد میشه. این بینی‌ها بینیایی هستن که در ضخامت پوستشون متوسط تلقی میشه، بین 4 تا 8 میلیمتر گفته میشه و در هر صورت عمل این مقدار مشکل‌تر از بینی استخونی دارن و در نهایت بینیایی که گوشتی هستن و این ضخامت پوست خیلی زیاد و بیشتر از 8 میلیمتر در 12 حتی بیشتر ضخامت پوستشون هست و خب بینی مشکل‌تری هستن حتی از بینی غضروفی عمل جراحی راینوپلاستی. البته نتایجشون در نوع خودشون باید قضاوت بشه.